نصف کارهای عملی مدرسه هم همینجوری عقب مونده و امروز قرار سعی کنیم که با هم انجامشون بدیم. اولین کاری که باید بکنم اینه که چند تا از کارامو پاسپورتو کنم. متاسفانه این اولین کار چهرمه، اینم دومیشه. یکم کار خودکاری بود که با هم میزدیم، ولی نمیدونم اینو باید پاسپورتو کنم یا نه. فکر نکنم پاسپورتو نیاز داشته باشه فعلا، پس میذارمش سر جاش، ولی ببینینش چون خیلی دوستش دارم. فیکساتیو. سومین کار چهره‌ام که هنوز نکشیدم، ولی باید با هم دیگه بکشیمش، تمامش کنم هر چه زودتر و اونم پاسپورتو کنم. اول روی اینا فیکساتیو باید بزنم. این کادر دورش که تمیزه واقعا برام یکی از لذت بخش‌ترین چیزاست. میخواستم سومین چهره که کار میکنم رو اسنوپ داگ بکشم، ولی از اونجایی که چهره اولم ایزی ای بوده، ایزی ای، و چهره دوم هم توپاک، احساس کردم که دیگه رپر بسته و چهره سومو میخوام هری پاتر رو بکشم. میخواستم گندالف رو بکشم و خودم گندالف خیلی بیشتر به دلم بود، ولی از چند نفر پرسیدم و گفتن هری پاتر رو بکشم و راستش گندالف خیلی سخت بود. گندالف تا اینجا ریش داره، خیلی سخته. احتمالاً این اطلاعات هیچ وقت تو زندگیتون به دردتون نخوره، ولی میخوام بهتون یاد بدم چجوری باید کارتون رو پاسپورتو کنید. اول از همه این که برای اکثر کارهای زیر قطع آسه، تقریبا برای همشون پاسپورتتون باید 5 سانت باشه، ولی برای کار آسه مثل این یا بزرگتر از آسه بهتره که پاسپورتتون 8 سانت یا اگر حالا ابعادش بزرگتر شد کارتون حتی بیشتر هم باشه. الان من 2 تا کار آسه دارم، پس بعد پاسپورتو 8 سانت براشون داشته باشم. برای پاسپورتو کردن اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که طول و عرض این کارمون رو اندازه بگیریم، نه اون حالا ابعاد آسه اصلیش، ابعادی که کادرمون داره، که من این کارو انجام دادم و حالا یادداشتشون کردم که طولش 38 سانتی متر و 9 میلی متر بود و عرضش 26 سانتی متر. حالا کاری که باید بکنیم اینه که 2 برابر قطری که می‌خوایم پاسپورتمون داشته باشه رو به علاوه اون عدد کنیم، که من این کارو انجام دادم و یادداشتش کردم. خط کشیش رو هم انجام دادم و حالا بعد از اینکه خطاش رو کشیدیم من میام اینو میذارم این وسط تا مطمئن شم ابعادش درسته و اشتباهی نکردم. ولی الان ابعادم دیگه درسته. حالا بعد اینو ببرم. حالا الان این مستطیلی که در آوردم رو از هر سمت 8 سانت باید برم داخل، که این کار با این گونیه‌های جدول بندی شده خیلی راحت تره. حالا بعد این مستطیل داخلی کادر رو هم برش بدیم و امیدوار باشیم که هیچ خطی رو کج نرفتیم که گند بخوره توی مقوای 50/70 کامل. این روش پاسپورتو اسمش پاسپورتو قالبیه. حالا کلی روش پاسپورتو دیگه هم هست که یکی از راحت تریناش که مقدار پرتی مقوای خیلی کمتری داره پاسپورتو نواریه. این وریش میکنم، حالا کلش رو چسب میزنم. من چون احتمالاً بعداً قراره این پاسپورت رو بکنم، از چسب
دیگه مثل چسب ماتیکی، چسب دو طرفه یا چسب مایع استفاده نمی‌کنم، ولی خیلی از اون چسب استفاده می‌کنن. این هم یکی از بلایای طبیعیه وقتی که داری چسبو میکنی و یهو یه تیکه از مقوا رو میکنه. پاسپورتو کردن اون یکی رو واقعا نمیخوام فیلم بگیرم، چون همین یکی از سرم زیاد بود. ببین من میرفتم این زیر بچه بودم، بعد مردم رو میترسوندم. خیلی حال میداد. اوه پاره کور پارکور کور پار دوباره احبه پارکور زنی چه نرمه به به میره. ماشاءالله دلاور، ماشاءالله یا ابوالفضل، چه تلاشی میکنه این خانوم. فرین امکانات بچه های مردمان یه داره. اون یکی باباست لوله پولیکا با چوب بهتره، شبیه ابزار شکنجه است. بچه رفت تو باسن زرافه. میدونستی کیفت الان در معرض دزدیده شدنه؟ باشه سگ بچه ها میخواد بروزه. ای وای سگ اومده تو کار؟ آره سگه نمیدونه. شرمن شپرده. این کارو میکنم. نظر شما چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علی آقوتی هستم از کشور سودان شرقی. با توجه به هوای گرم و باد نامتعادل که در پارک شهدای مهراب آبشار شاهرود استان سمنان ایران کره زمین وجود داشت، توانستیم با آقای سعیدی و من بچ والیبال بازی کنیم. خیلی ممنونم مرسی. هم بس اوکی همون حل.